اگه عشق صدایی و عاشق سیستم صوتی بستن برای ماشینی، این ویدیو رو باید تا آخرش ببینید. توی این ویدیو قراره که یه سیستم صوتی خیلی خفن و چند صد میلیونی روی ماشینای جی تی ای ببندیم. این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کنه و یه ماشینی هست که قوی ترین سیستم صوتی جهان رو داره. پس بدون معطلی برو بریم. خب آقا بریم ببینیم. سیمیون باشه ماشینی اومده. این ماشینشو ندیدم. سلام، چطوری سیمیون؟ بابا دوشالی چه خبر؟ قربونت. مرسی سیمیون. چیکارا میکنی؟ چه خبرها؟ نبودین همه مدت. آره یکم درگیر کار و اینا بودم. تو چیکارا میکنی؟ خیلی منتظر که نموندی. خیلی که والا داداش ما 2 ساعت منتظر تیم شما بیای. اونم که الان تازه رسیدی دیگه. یه ساعتی طول کشید. آره شرمنده یکم طول کشید دیگه. حالا یه کاریش میکنیم. باشه اوکی. حالا سیمیون یه آهنگ بناس حاجی، حوصله‌مو سر نره. کلی راه داریم ما بچا، داریم میریم گاراژ جدید سیمیون. ماشین اینا خریده، میخوام برم ببینم چه ماشینایی خریده. حالا یه آهنگ میندازم. چقدر اسپیکرات بعد سیمیون، یه اسپیکرای با کیفیت بخر دیگه. ماشینت خیلی سیستم صوتیش ضعیفه. آره سیستم صوتیش یکم ضعیف، حالا بعدا ارتقاش میدم. آره حاجی سیستم صوتیت خیلی مزخرفه. یادت باشه این حتما عوض کنی. اصلا اسپیکرای ماشینشو بذار ببینم. حاجی از اون زغالیاست بابا، این اصلا به درد نمیخوره که. 2 ساعت بعد. خب بچا ماشینا رو ما گرفتیم. سیمیون اینا رو کی میخواد ازت بخره حاجی؟ خیلی وضع ماشینا خرابه. خیالت راحت باشه داش، مشتریشو داریم. مشتریش هم داریم. میگم بجای که این ماشینا رو تو بخری، یه سیستم صوتی این ماشین تو عوض کن که نگاه کنه اسپیکراش اصلا پوسیده. داش چیکار کنم؟ اینجا کسی نیستش که سیستم صوتی رو ببنده دیگه. اگه بود میبردم خب ارتقا میدادم ماشینمو دیگه. دیوونه نیستم که اینجور بمونه. یعنی تو میگی اصلا کسی نیستش که اینجا سیستم صوتی ببنده توی لس سانتوس؟ داش والا من که کسی رو نمیشناسم. اگه تو میشناسی بهم معرفی کن من برم پیشش دیگه. من فکر میکردم هستش. باشه حالا اگه کسی پیدا کنم بهت میگم دیگه. من بذار با یکی از این ماشینا بچا بریم سمت خونه لامار. فقط میخوام ببینم خونه هست یا نه. بچا به لامار سفارش دادم میدون دوچرخه برام بخره. یه رفیق داره که دوچرخه اینا میفروشه. دوچرخه‌اش هم خیلی خفنه. گفتم این دوچرخه بخره یه مدت آقا دوچرخه سواری کنیم دیگه. بچا من چند ساله که دوچرخه سوار نشدم. شما حتما کامنت بنویسید ببینم آخرین بار که دوچرخه سوار شدین کی بوده. من خودم اگه بخوام بگم بعد 1.5 سال 2 سال میشه که سوار دوچرخه نشدم. شما تو کامنت ها بگین و اینکه بس زنگ بزن به لامار ببینم لامار جان خونه است بریم پیشش یا نه. ها سلام، چطور لامار؟ ببین کی زنگ زده؟ علی آقا چه خبر؟ سلامتی قربونت. لامار میگم خونه ای؟ پس کجا میخواستی باشم؟ نه البته نه خونه نیستم. خونه نیستی؟ پس کجایی؟ من کاخ توی یه قصر. یه کاخ توی یه دونه قصر؟ چی داری میگی لامار؟ خونمو میگم دیگه. من خونم شبیه قصر میمونه. ای وای حاجی لامار واقعا یه تختش کمه. لامار میگم دوچرخه رو یارو آورد گفته بودم یه دوچرخه برام بخریم. آره یه 3 چرخه هم برات خریدم. 3 چرخه نه ها، دوچرخه. سیبیل بابات میچرخه. وای بچا داره دیوونم میکنه. این خیلی احمقه. باشه لامار من الان میام دیگه. میام دوچرخه هم ببرم.